دل من با دل تو جوره جوره امشب حس من یه حس مغروره همیشه آدم امشب شب تو بیتش از میون قبلت یه آرزو جدا تو سهر برقص در قدم اول البته کمک دیرتر ما اجازه نمیداد، وقت نمیداد. همه شما خوش آمدید میگم و تشکر که آمدین. از راه های دور صفا آوردین. آقای محمدی از استکهلم، دوستای دیگر از یوتیوبری و اسکونه و واقعا دیگه بگم چه رقمی که ما اینا جبران کنم برایشون دوستایی که از این شعار بدن بروز باز خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. تشکر که آمدین. انشالله که همیشه مثل جمع ما جمع باشه. اونایی که نیامدن جایشون خیلی خالی و خبرم نکردن نیامدن دیگه. جای از ما خوشی کردیم دیگه. نوبت رسیده واسه یادم نرم قبل از که دوستان راحت شدن. تشکر از همکار نازنین از ما، عکاس و فیلمبردار دوتا خیلی نازنین که همهش ما رو ثبت کردن و سه تا مایا اگه نه خاموش نم کامرا. دوستان و دوستان همارا که فیلمایشون هیچ جای پخش نمیشد. اینا فیلمای پیش خود ما میمانند و قسمت هایی که از دوستای مردانی ما بازی کردن، رقص کردن امکان دارم ما در یوتیوب بمانیم. اگر شما خواست که میدیدین میتونید باز ببینید. مردا که دیگر مشکل نداره، گرنج نداره، درسته؟ باشه خانم ما کلا ما احترام داریم. نه شاید اونام اجازه فامیل نداره. نش اجازه نداره. چون مجلس خصوصی هم ما نشد نمونیم. اگر عید باشه یا چی باشه دیگه فرهنگی میشه. تو زمان امکان داره که ما برنامه خود را نشر کنیم. تشکر از آقای دیجی، خانم دیجی که این مجلس را امیت دیگر خوب کانفشن گرم کرد و شما را هم گرم کرد زیاد روی نکنم. تشکر از آقای سرخوش از راه دور آمدن به خاطر اینکه به مجلس از ما باشد. گل مجلس از ما یک دنیا سپاس و تشکر از زهرا جان و امان جان بابت دکور قشنگ و زیبایش. دیگه یک دنیا سپاس. ما آهنگ بعدی دیگه آهنگ نیست. آهنگ بعدی خواهد که ابی تولد ریان باشه. ریان یک ساله هست که در دوستش خبر نباشه. ما یک سالگیش گرفتیم جشن تولدش و متعرشی که شما خواسته بوده باشین از ما، چون که ما از شرکیشی مادرش هم مریض بود، خودش هم حالش خوب نبود زیاد دیگه نتونستیم شرکیشی بگیریم. هر روز یک جای گرفتیم. بازم خیلی تشکر که آمدیم. دیگه ما هموکه که ریان بیاریم با افتارت همراه دو فاتی باز مجلس را ختم کنیم. تشکر به افتخار خود متنده تشکر. یک رقص به آهنگ. این شغل قلب جور کرده دیجی؟ Yes. مگر می قلبا میگه
عزیزان از شما همه شما دوستان خواهش میکنم که با افتخار از اینکه کیک ریانجان میاره و افتخارگیش هست باید همه ما اگر مثلا مشکلی نیست نیستیم و افتخارش دست میزنیم آماده این؟ فندق داریم این روشن فندق بیاره بکر لایی چی خو نداره این لار مخ نداره نه همه که بیاد با هم دیگه اون دیگه دیگه دل من با دل تو جوره جوره امشب حس من یه حس مغروره شب میلاد چشماته امشب تمام حسم قیمته از تولد تو گذشته همیشه آدم امشب تو بیه فرشته از میلون کامت یه آرزو جدا
عکس گرفتی؟ چطور همراه از اون لنز چی نیسته؟ خیلی نزدیک نمیره؟ کومای ریان را کمک سفید نکدی او منتظره که بخوره نه؟ ریان؟ آفرین ریانا ما چون که بیتنی Jamalu